به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی جذاب و زیبا شروع میکنیم. بهار برایم کاموا بیاورد. نویسنده مریم حسینیان هستش که در سال 1396 توسط نشر چشمه در تهران چاپ شده. خانم حسینیان چند روز قبل به رحمت خدا رفتن، روحشون قرین آرامش باشه. با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با همدیگه کشفش کنیم. ما را آورده بودی وسط برهوت، حتی نمیتوانستیم آدرس خانه من را به کسی بدهیم. بگوییم کوچه چندم، خیابان چی، پلاک چند. گفتی اینجا شبیه همان جایی است که شبها می نویسیش. گفتی فقط اینجاست که درختهایش از دور تیره‌اند. گفتی صدای کپک میشنوی وسط زمستان. قبول کردم و دست 2 بچه را گرفتم و آمدم توی خانه‌ای که دلم هری پایین میریخت. وقتی بنیامین از پله‌های لق و نرده‌های چوبی یکی در میانش شلنگ تخته میانداخت و میرفت تا در را باز کند یا وسط حیاط بازی کند. زل زدم به دیوار سفید، 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 زل زدم به دیوار سفید. نگار دوباره تپ کرده بود. 24 قطره اسامینفون ریختم ته استکان آب که قورت بدهد، ولی مگر حریفش می شدم؟ صورتش مثل مخمل سرخ شد. یادم بود که قبلا گفته ای وقتی تب بچه بالا می رود پاشویش نکنم. دستمال خیس گذاشتم روی شکمش، کنار بخاری دخترکم را خواباندم. عصبانی بودم از کارهایت، از اینکه بیخبر رفته بودی، نمیدانم کجا. بین راه زنگ زدی، گفتی شاید آخر شب بیایی. نگفتم نگار تب کرده، ولی سیم تلفن به نظرم خیلی پیچ و طولانی بود. دیدمت که روی صندلی قرمز مینبوس نشسته بودی، دفترچه‌ات را باز کرده بودی روی زانویت و با خودکار بیک آبی که احتمالاً مال همکارت بود یادداشت برمی‌داشتی. حتما آن روزها تو هم فهمیده بودی که بعضی چیزها را بدون اینکه حضور داشته باشم میبینم. نمیدانم چرا اینطور شدم. فقط یادم هست که اولین بار توی آشپزخانه داشتم تخم مرغ میشکستم برای کوکوی سبزی که خانه نسترن خانم را دیدم. یک اتاق کوچک با مبل چرمی بزرگ و دیوارهای پر از قابهای کوچک و بزرگ چوبی. خودش را هم دیدم که کیک گردی را روی میز وسط اتاق گذاشت. با چاقوی دست سفیدی نصفش کرد و روی نصفش پودر قند ریخت. بعد ژاکتش را از روی جالباسی کنار در برداشت و با شال بزرگ رنگیش از خانه بیرون آمد. زنگ خانه که بلند شد داد زدم بنیامین برو در رو باز کن، نسترن خانومه. خودم دستهایم را شستم، دویدم جلوی در. بنیامین هنوز بلد نبود سلام کند. تو هی میگفتی سخت نگیرم، بچه است، ولی من نگران بودم. میترسیدم بی‌تربیت بشود. حتی وقتی شلوارش را جلوی دستشویی در میآورد و خوشحال میخندید قصه میخوردم. حرصم میگرفت که تو قش میکردی از خنده. میترسیدم پررو شود و بیکله. هر بار به تو میگفتم فقط لبخند میزدی و بیخیال میگفتی فوق شکارچی کپک میشه، سخت نگیر. نسترن خانم عجیب نگاهم میکرد، انگار 100 سال بود مرا میشناخت. تو هم نمیدانستی که چرا او هم آمده وسط این برهوت و خانه کناری ما را خریده است. هم خوشحال بودم که همسایه داریم و هم دلم شور میزد وقتی چشمهای سیاه و براق نسترن خانم را میدیدم. کیکش بوی تخم مرغ میداد. یادش رفته بود وانیل بزند. گفتی خوشمزه است و تا آخرش خوردی. معلوم از حسودیم شد.
این همه کیک شکلاتی پخته بودم، لام تا کام حرف نزده بودی. حالا از یک تکه کیک بوگندو این همه تعریف میکردی. گفتی نسترن خانم مثل یک صندوقچه سر به مهر است. پرسیدم شوهر داره؟ پوزخندی زدی. گفتی از اون سوالهای خاله زرکی بودا. نگار را گذاشتم توی بغلت و سبیلت را کشیدم. یادم نبود جلوی بنیامین نباید نگار را بدهم بغل تو. مثل جن پرید روی سرت. داد زد بابا چرا برام عصر یخبندان دو رو نخریدی؟ و تو جواب حاضر و آماده را تحویلش دادی. خش داشت زیدی. آقا گفت درست که شد برام میاره. میترسیدم نگار تشنج کنه. تبش پایین نیامده بود. وقتی لازمه دارم در دسترس نیستی. بنیامین خورخور میکرد. قرار بود آخر ماه وقت بگیری از دکتر رضوانی تا لوزه سومش را ببیند. بغلش کردم. سنگین شده بود پسرکم. صورتش آنقدر توی خواب معصوم بود که دلم میخواست ببوسمش. پشمک را گذاشتم کنارش. با هم برایش خریده بودیم. همان وقتی که سرخک گرفته بود و نباید دانه های صورتش را میکند. 4 شب نخوابیده بودم. میترسیدم بمیرد از تب و التهاب. گفتم حوصله بیرون رفتن ندارم. به روی خودت نیاوردی. بدون آرایش و با همان چهره خسته مرا بردی توی ماشین نشاندی. دختر عمت آمد که بنیامین تنها نباشد. چقدر نق زدم آن شبها که چرا اینقدر بیکس و کاریم ما. چرا توی شهر خودمان نیستیم. بمیریم هم کسی یک لیوان آب به دستمان نمیدهد. اگر میدانستم کارمان به این برهوت میکشد و کیلومترها از شهر دور میشویم و تو باید هر روز مدت زیادی در راه باشی تا برسی سر کار، حتما دهانم را میبستم. پرسیدم گرون در نمیاد اینجا شام بخوریم؟ گفتی پاداش گرفته ای و بعد فهمیدم توبیخم شده بودی. به خاطر تأخیرهای هر روز صبحت و مثل همیشه از سعید نادرپور قرض گرفته بودی تا در اولین فرصت برگردانی. نگران بنیامین بودم ولی مزه آن کباب برگ برای همیشه زیر دندانم ماند. بعد ویترین اسباب بازی فروشی بزرگ کنار رستوران چشممان را گرفت. خانم فروشنده هم خیلی خوشگل بود. چشمای درشتی داشت و ماتیک قرمزش مرا یاد قیافه بیرنگ و روی خودم انداخت. این را گفتم و تو هم تایید کردی و نیشگونت گرفتم همانجا توی مغازه و بلند گفتی آخ. بعد پشمک را خریدیم که از همان شب شد یار غار بنیامین. نگار ناله می کرد. بالای سرش نشستم. دوباره دستمال خیس کردم و روی شکمش گذاشتم. دستمال زود گرم شد. دست کشیدم روی موهایش. علائم تشنج را می دیدم. لرز و هذیان و التهاب. دستهایم را چسبانده بودم به هم و فقط پشت سر هم مثل ورد تکرار می کردم. کمکم کن. آجر به آجر را می شمارم. می شود روی همه آنها نوشت. دست می کشم روی سنگ های خیس. دانه های کاج را از روی زمین بر می دارم و به شمع خیس توی دستم نگاه می کنم. گفته بود بگذارمش روی زمین و همینطور روشن کنم تا صبح فردا. سایه‌اش را حس می کردم. سایه هم نبود. شاید سنگینی بودنش را جایی گوشه اتاق می دیدم. وقتی راه می رفت پنجره ها می لرزیدن. خال سیاه کوچکی کنار ابروی راستش بود. از آنها که گاهی 1-2 تار مو هم دارن. نشست کنار نگار. دست گذاشت روی پیشانیش. بوی چوب خیس خورده می داد. شبیه شاخه‌ای که مدتها افتاده باشد توی آب. چشمهایش را بست و لبهایش تکان خورد. نفسهای نگار که عمیق شد دستش را از روی پیشانی دخترکم برداشت و خیره شد به نقطه‌ای که نمی‌دانستم کجاست. نمی‌ترسیدم اصلاً. فقط نمی‌توانستم به صورتش نگاه کنم. مطمئنم از در بیرون نرفت. می‌توانم قسم بخورم. چون خودم در را قفل کرده بودم و حتی زنجیرش را بسته بودم. دنبالش دویدم. نبود. رفته بود. دست گذاشتم روی پیشانی نگار. سرد بود. شعله بخاری را کمتر کردم. بعد دویدم پشت پنجره. شاید ردی از او ببینم.
برف ریز می‌بارید و سنگین. ردیف سیاه درخت‌ها را در انعکاس نور برف می‌دیدم. روی بخار شیشه نوشتم سلام. خودت هم می‌دانستی که دیگر از چیزی تعجب نمی‌کنم. اول صبح صدای بنیامین را شنیدم که پشت پنجره ایستاده بود و می‌خواست با تفنگ پلاستیکیش کبک شکار کند. باز قلبم نلرزید. داد زد مامان بیا، بابا نرفته بوده که. وقتی آمدم کنار پنجره و دیدمت که خندان از خانه نسترن خانم بیرون آمدی، حتی تکان نخوردم. 24 دی ماه. عجیب مریم. بخش دوم. گفتم نروی توی این سگ سرما. چشمهایم را برایت گرد کردم که بنیامین نفهمد و لج نکند. به روی خودت نیاوردی. همیشه همین طور است. وقتی نخواهی نمیبینی. شالگردن را پیچاندی دور صورت بچه. نگار که دیده بود دوتایی شال و کلاه کرده اید ار میزد. دلم میخواست سرت داد بکشم. التماس کردم بگذار برای فردا صبح. گفتی 2 مرحله داره، یکیش امشب، یکی فردا. مگر ممکن است مراسم جیش یادم برود؟ این اسم را خودمان دوتایی رویش گذاشتیم. ولی قرارمان برای آن وقتی بود که هنوز آپارتمان کوچک وسط شهر را داشتیم. سرمایه برهوت که با آنجا قابل مقایسه نبود. می ترسیدم بچه زاتوریه شود. دستت را گرفتم، خیره نگاه هم کردی. فهمیدم که باید تسلیم شوم و شدم. میخواستم یک شلوار دیگر پای بنیامین کنم. خندیدی که نمیتونه جیش کنه اون وقت. نگار جیغ میکشید بابا ددر. بچه را بغل کردی و بوسیدی. نمیدانم چرا هر کس را بغل میکنی آرام میشود. انگار روی شانه هایت آرام بخش ریختند. بچه را بردم توی اتاق بنیامین و زنگوله های چراغ خواب را برایش تکان دادم. چراغ حیاط که روشن شد دویدم پشت پنجره. در حیاط را بستید و رفتید. می‌دیدمتان از پشت دیوارها و در بسته. برف تا زانوهای تو بالا آمده بود. پشت سرم پنجره است انگار. باد که به وزد یک مشت برف آب نشده میآید توی اتاق. برفها را کنار میزنم. باید مطمئن شوم هیچ گنجشکی توی آن نیست. بنیامین را بغل کردی. سرش را بالا گرفته بود و کنار گوشت چیزی میگفت. با دست جایی را نشان دادی. میدانستم زمین صاف و بکر پشت درختها را نشانش میدهی. قدمهایت بلند است. اولین بار که گفتم از چیه من خوشت اومد که دلت خواست زنت بشم، فکر کردم از صورتم میگویی یا مثلا موها. یکی خوردم وقتی گفتی از اینکه قدمهات بلنده وقتی با هم راه میریم عقب نمیافتی. گفتم دیگه چی؟ گفتی خوب بودی که گرفتمت دیگه، حالا بذار بنویسم. میدیدم که رسیدید به زمین خالی پشت درختها. بنیامین نمیخواست از بغلت پایین بیاد. پسرکم مثل من ترسوست. چقدر دلم میخواست با تو بودم. حتما تو هم فهمیده بودی که از وقتی با چشم باز جاهایی را که نیستم میبینم میگرنم اوت کرده. رگ کنار شقیقه‌ام مثل چکش میکوبید. دست گذاشتم روی پیشانیم و چشمهایم را بستم. باز آن زمین خالی آمد جلوی چشمم. ماه انگار پشت شاخه های سیاه گیر کرده بود. نور مهتاب افتاده بود روی برف. دلم میخواست بدوم و دستم را فرو کنم توی برف و یک تکه بزرگ بگذارم روی سرم. داشتی زیپ شلوار بنیامین را باز میکردی. گفتی چی میخوای بکشی؟ بنیامین جیغ میزد از خوشحالی. چشمهایش فقط دیده میشد از پشت کلاه و شال گردن. گفت پرنده میکشم با یک کفش گنده. میخندید و ذوق میزد و با شاشش پرنده و کفش میکشید. زود شلوارش را بالا کشید. بغلش کردی و با قدم‌های بلند برگشتی خانه. یک سنگ بزرگ را کنار درخت اول نشانه گذاشتی. بنیامین سرش را گذاشته بود روی شانه‌ات. ما یک چیزی آن طرفتر از خل هستیم. هم من هم تو. مراسم جیش را به کسی نگفته بودیم. حتی به پدر و مادر تو که راحت‌تر از مامان من کارهای ما را تحمل می‌کنند. دلم
مثل سیر و سرکه می جوشید. فکر می کردم توی این سرما حتما بنیامین سینه پهلو می کند و می میرد. همیشه می گفتی بذار پسرمون خاطرات مردونه داشته باشه. به دیگران چی می گفتم؟ می گفتم دوست داشتیم خوش بگذرد به بچه هایمان. دویدم توی آشپزخانه و زیر کتری رو روشن کردم. پتو گذاشتم روی بخاری که دور بنیامین بپیچم. دیگر داشتید به خانه نزدیک می شدید. سرم می کوبید از درد. نگار خوابیده بود روی تخت بنیامین. از موهای فرفریش خوشم می آمد. دخترکم لاغر شد از وقتی آمدیم اینجا. از بس شیر جوش دادم به بچه‌ام. شبها که سرم را می گذاشتم روی بالش که خوابم ببرد، قول می دادم آرام باشم. کنار بیایم با تصمیم عجیبمان. عادت کنم به زندگی در برهوت و نترسم از تنهایی صبح تا غروب. بیدار که می شدم همه چیز یادم می رفت. تو اما شاد شده بودی آن روزها. راه پرپیچ و خمی که تا شهر می رفتی سر حالت می آورد. می گفتی همش قصه است به خدا. وقتی می دیدم اینطور می خندی از ته دل و دیگر سبیلت را نمی جوی و در اتاق را نمی بندی، قلبم روشن می شد و دوباره خوشم می آمد. از این خانه غیر طبیعی که 2 طبقه بود و ما فقط می توانستیم از طبقه بالا استفاده کنیم. دیوارهای پایین نمدار بود و سرد و غیر قابل سکونت. گفتی صاحب زمین اینجا را ساخته برای تابستانها که دست جمعی می آمدن ییلاق. همه جای خانه سر همبندی بود. انگار هر بار که می آمدن جا کم داشتن و دیواری اضافه کردن. خودت می دانستی چقدر سعی کردم طبقه بالا را با سلیقه بچینم. گفتی مبل می خواهیم چه کار این گوشه دنیا. اسم اتاق بنیامین شد اتاق آبی. اتاق تو را سبز کردیم. دیوارها و کتابخانه و میزت را. پرده های کلفت و تیره گرفتم برای اتاق خوابمان. یک عالمه زنگوله و چیزهای ریز و رنگی و چوبی آویزان کردیم به در و دیوارش. بیشتر از اتاق زمرد دوستش داشتم. گاهی فکر می کردم وقتی نگار بزرگتر شود باید جایی برایش دست و پا کرد. گفتی می رویم پایین را هم رو به راه می کنیم. ولی من از طبقه پایین می ترسیدم. فکر می کردم صداهایی از آنجا می شنوم. چیزی شبیه خشخش. یک بار به تو گفتم. رفتی پایین را نگاه کردی، همه گوشه هایش را، بعد دست مرا گرفتی و بردی اتاق بزرگ و صندوقخانه ته آن را نشانم دادی. خیالم راحت شد. ولی صداها هنوز ادامه داشت. شاید خیالاتی شده بودم. شاید هم سر و صدای نسترن خانم بود که گاهی گردو و فندق می شکست و گم گم صدا می آمد از خانه اش. چشمم راه می کشد به جاده روبرو. چشمهایم را می بندم. همه جا مثل خواب تاریک می شود. تاریک و سرد. می خواهم صدایش بزنم. دهانم را به اندازه حجم یک کلمه باز می کنم. سکوت می نشیند روی گلهای دامنم. هنوز خیلی زود است برای بنیامین را بغل کردم. چشمهایش برق می زد. گفت مامان اگه گفتی چی کشیدم؟ بوسیدم شبیه هوا گفتم کفش و پرنده. خشکش زد از تعجب. بنیامین اعتراض کرد. بابا چرا زود بهش گفتی؟ مگه قرار نبود من بگم؟ جوراب‌های پشمی خیست را کندی و در سکوت نگاه هم کردی. بیگدار به آب زده بودم. خودم هم فهمیدم. به زحمت لب‌هایت را از هم باز کردی و گفتی ببخش پسرم. از بس خوشحال بودم دوست داشتم مامان زودی بفهمه. لیوان چایی را که به دستت دادم گفتی سرت درد میکنه؟ همیشه میفهمیدی. حتی اگر به روی خودم نمی آوردم و لبخند می زدم. نشستم کنارت. به بنیامین گفتی اگه میخوای فردا ببرمت باید صبح زود بیدار بشی. پس بود و برو بخواب. برای اولین بار بدون نقنق دوید روی تختش. بلند شدم چراغ خوابش را روشن کنم نگذاشتی. خودت رفتی. بلوز و شلوار آبی خواب را تنش کردی. پشمک را گذاشتی زیر پتو. بعد گونه‌اش را پوسیدی و چراغ را خاموش کردی و آمدی کنار من. وقتی کارهای آخر شب مرا انجام میدادی خستگیم از نوک انگشت ها می آمد بیرون. شعله بخاری را زیاد کردی. بچه ها که می خوابیدن برایت شکلات کاکائویی می آوردم که با چای بخوری. تکه دادم به شانه‌ات. من همیشه چایم را زودتر از تو تمام می کردم.
گفتی دهنت آستر داره؟ کنار گوشت گفتم هنوز بنیامین نخوابیده. گفتی میدونم. داشتم فکر میکردم حاضرم تمام دنیا را با تو پیاده بیایم. سرم را گذاشتم روی پایت. پیشانیم را ماساژ دادی تا درد کم شود. پرسیدی بهتر شدی؟ معلوم است که بهتر شده بودم. گفتی از کجا فهمیدی بنیامین کفش و پرنده کشید؟ گفتم دیدم. دستت یک لحظه بی حرکت شد روی شقیقه هایم و گفتی عجب. بنیامین زودتر از ما بیدار شده بود. گفت بابا زود باش بریم ببینیم. نگار قرض زد. یک لحظه چشمهایش را باز کرد و دوباره خوابید. آهسته گفتم کار درست کردی برای خودت. روز جمعه بنیامین رو خوب بپوشون سرما نخوره. این بار با چشم بسته دیدمتان. پسرمان خوابش میآمد هنوز. میخواست برود کفش و پرنده ای را که با شاش درست کرده بود ببیند. باید قبل از اینکه آفتاب پهن شود شکل‌ها را روی برف میدید. تنگ سنگ را پیدا کردی اما نگذاشتی بنیامین بدود طرف پرنده‌اش. خم شد روی برف. میدانستم به چه نگاه میکنی. قبل از اینکه تو برسی دیده بودم که رد پایی غیر از کفش‌های یخشکن و چکمه‌های کوچک بنیامین از شب قبل روی یخ بود. درست کنار همان تخت سنگ نشان تو. ترسیده بودی. مثل همان ترسی که از صدای خشخش طبقه پایین می‌دوید توی تنم. اما من نمی‌ترسیدم. از جای پاهای روی برف. زود بنیامین را بغل کردی. پرنده و کفش را نشانش دادی و بی توجه به مشت و لگدهای پسرمان که می‌خواست بیاید پایین و شاش یخزده‌اش را بیشتر ببیند به سرعت برگشتی. می‌دانستم جای پاها بزرگ بودند و مردانه. بزرگتر از پاهای معمولی. تخت کفش‌های چوبی بود. راحت می‌شد فهمید کفش معمولی نیست. اگر بیشتر دقت می‌کردی ردایی را کنار کفش‌ها می‌دیدی. هیچ نگفتی. حتی وقتی رسیدی خانه و دویدی توی اتاقت و تا ظهر بیرون نیامدی. صدای صفحه کلید هم نمی‌آمد. می‌دانستم دراز کشیده‌ای روی کاناپه و به سقف نگاه می‌کنی. حالا دیگر می‌توانستم راحت‌تر بگویم که باز هم صدای خشخش می‌شنوم از طبقه پایین. ولی نگفتم. گذاشتم تا در همان وهم بمانی. میدانم منتظر نشسته است وسط اتاق. از زمزمه ها میترسم. نزدیک میشوم و صدای قدمهایش را میشنوم که دور میشود از من. سایه‌اش را نزدیکتر حس میکنم. عبور میکند از کنارم. سرم دوباره تیر کشید. نشستم کنار بخاری و سیب زمینی پوست کندم تا سرخ کنم برای بنیامین. یادم رفته بود بگویم برایم قرص بخری. تازه اگر هم میگفتم باید صبر میکردم تا از که بیایی از شهر. بوی سیگار اتاق تو پیچیده بود توی حال. ولی میدانستم که باید یک پاکت سیگار بکشی که بتوانی کنار بیایی با رد پاهای عجیب روی برف. اگر وقت دیگری بود دعوایت میکردم که یا نکشی یا بروی توی حیاط. حوصله نداشتم تا شب سردرد را تحمل کنم. به نگاه کردم. 4 دست و پا رفته بود توی اتاق بنیامین. داشتن با هم بازی میکردن. سبد سیب زمینی های خلال را گذاشتم توی سینی. باید سرم بهتر میشد تا بتوانم سرخشان کنم. تکیه دادم به پشتی و چشمهایم را بستم. صدای مبهم توی سرم پیچید. بوی عود اتاق را پر کرد. خواب نبودم که بیدارم کنی. میخواستم بگویم سرم خوب نشده. آرام شدم. چرا آنقدر خیره نگاه میکردی به سنگ سفید جلوی درخت؟ چطور او را ندیده بودی کنار درخت اول نزدیک تخت سنگ؟ جهت نگاهت را دنبال کردم. رد پایی بزرگ روی سنگ بود. بزرگتر از پاهای معمولی. 25 دی ماه. غم‌انگیز بود کمی امروز. مریم. و امیدوارم که از این کتاب زیبا خوشتون اومده باشه. خب این کتاب رو اگر تا انتها نخونید متوجه داستان نخواهید شد. امیدوارم برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی خدا نگهدارتون.